سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز چهارشنبه دهم دکبر همراه شما. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید آیین‌حال بابانظر و حقوق‌شناس شناخته را به فهرست نامزدهای خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی شامل کرده است. آیین‌حال بابانظر و روز دهم دکبر به رادیو آزادی گفت در مورد شرکت در انتخابات به قرار نهایی نآمده است و سر این پیشنهاد اندیشه می‌کند. حزب نهضت اسلامی سال گذشته همراه با احزاب دیگر آیین‌حال بابانظر را به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان در انتخابات پیشنهاد کردند، ولی بنابر جمع نآوردن امضای کافی او به حیث نامزد ثبت نام نشد. سال روان آیین‌حال بابانظر و در قطار 10 زن شجاع جهان از نام حکومت امریکا جایزه گرفت. انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان تاجیکستان روز 1 مارس سال آینده برگزار می شود. در یک نشست در شهر دوشنبه نمایندگان تاجیکستان، ایران و افغانستان و چین و قرقیزستان طرح یک راه آهن را بررسی کردند که قرار است همه این 5 کشور را با هم وصل کند. قسمت اصلی این راه از افغانستان می‌گذرد. هزینه دیده میشه اگر طور اوسط بگیریم که ما یک منطقه از خود شبرغان الی هرات کمک کوهی است، اونجا هزینه بلند میره، ولی اگر طور اوسط ما بگیریم در حدود حداقل 2 تا 3 میلیارد دلار در خاک افغانستان تنها دارد. طول این راه در تاجیکستان بیشتر از 400 کیلومتر است. از حدود جمهوری تاجیکستان از قسمت 5 پایان آغاز یافته به واسطه کلخازآباد، قرغان تپه، یاوان، وحدت و به منطقه قرمیق یا اینکه ناحیه جرگتال برآمده به قسمت جمهوری همسایه قرقیزستان می رود. بر طبق ارزیابی متخصصان در صورت اجرا شدن طرح و کشیدن خط راه آهن تجارت در منطقه رواج می‌گیرد و تاجیکستان از بنبست ارتباطی خارج می شود. راه مذکور تقریباً 2000 کیلومتر است، از ایران شروع می شود و با عبور افغانستان و تاجیکستان و قرقیزستان به چین می رسد. ادیبه جوان تاجیک شاعره رحیم جان رفتن جوانان کشور و پیوستن آنها به صف گروه‌های تندرو و تروریستی در سوریه را محکوم کرد. شاعره در صحبت با رادیو آزادی گفت که از خانواده مذهبی است، ولی جنگ در سوریه را جهاد حساب نمی کند، بلکه به گفته او هر جوان تاجیک که برای جنگ به این کشور عربی می رود قاتل است، نه مجاهد. مقامات کمیته دولتی امنیت ملی در تاجیکستان میگویند بعضی از اعضای گروه‌های تروریستی زیر نام پناهنده سیاسی وارد تاجیکستان میشوند. در این باره عبدالمجید صلیف، یک نماینده کمیته، روز 2 دکبر در نشست با نام صدای جامعه محلی در روند مبارزه با شکنجه سخن گفت. عبدالمجید صلیف به تنقید نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی پاسخ داد که میگویند پناهندگان در تاجیکستان حق اقامت در شهرها را ندارند که این مخالف قانون‌های بین المللی است. در تاجیکستان حدود 5000 پناهنده به سر میبرند که اکثرا شهروندان افغانستان و قسمتی از شهروندان ایران هستند. دادگاه در ولایت ختلان 4 نفر را با گناه پیروی به جریان افراطگرای سلفیه متناسباً به 5 و 6 سال و 2 ماه زندان محکوم کرد. حکم 4 ساکن ناحیه فرخار روز 10 دکبر در دادگاه منطقوی کولاب اعلان شد. دادگاه برای ایرج علیف، ادریس احسانوف، بهرام عبدالغفاروف 5 سالی و برای عبدالرحمن اسمانوف 6 سال و 2 ماه زندان جزا مقرر کرد. با گفته دادگاه این افراد به برانگیختن کینه و عداوت ملی و نژادی و مذهبی گناهکار دانسته شدند. این جوانان از 30 تا 35 ساله را 3 ماه پیش در فرخار دستگیر کردند، ولی نزدیکانشان میگویند که آنها گناه ندارند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت ما، در صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم صمیمه مخصوصی رادیو آزادی برای تلفن‌های همراه.